دوستان گرامی، چطور که می‌بینیم در شهر دوشنبه چمپیونات یا مسابقه اوید با محرم‌های آمیخته غیر کسبی ادامه دارد. در این مسابقه ما واخوردیم با یکی از چهره‌های نمایان ورزش کشور به خصوص رشته محرم‌های آمیخته اعظم غفارов. خوش آمدید و می‌خواستیم نظر اندیشه شما رو درباره هنرنمایی همین جوانایی که حالا در اینجا هنرنمایی و رقابت دارن بفهمیم. سلام علیکم به همه مردم تاجیکستان و تماشابینانی که ما را امروز دیده ایستادند. بهترین رزولتات ها نشان دادند. از اون جمله از کلوب ما، از کماندای ما حالا 8 فینالیست داریم. علاقه دو تا جای یکم گرفتن. در فینال از کلوب ما دو کس در فینال رقابت کردن. یکی از رزولتات های بلندترین نشان می‌دهد که در فینال یک کلوب دو کس برآمد کردن. این رزولتات بهترین نشان می‌دهد که در فینال دو از یک کلوب دو کس می‌برویند. برای ما در یکمین بار می‌بینیم که در خیلی مسابقه‌های لوبیتلیسکی که میگن اینقدر تماشابین، اینقدر گنرارایی که از داده هستند با رنگ در مسابقه‌هایی که در چخل بگیم خارجی چخلی که میتونن برای سامبیشن برای دستروچنی مثال گنرارا داده هستند. یکمین مرتبه میشه که در تاجیکستان خیلی در مسابقه لوبیتلیسکی خیلی گنرارا بودن. خب این گونه مبلغ‌ها این گونه مسابقه‌ها که در سطح خوب میگذره هوسمندی جوانان هم بیشتر میشه. کنشنا برای چی؟ برای که ما یک نمودی هوسمند کردن جوانان است، ورزشگران هستند که ما شخصا خودمون برای مسابقه برآمد کردن ما خودمون پول میدادیم که مسابقه در برآمد که اینجا علاقه که یک خیلی شرکت‌هایی که در مسکو گرام مثال دیگر شرکت‌ها برابر همون گنرار مبلغ داده ایستادن. برای همون جوانان ببینن که امروز چی قدر هوسمند شدگان، چی قدر ورزشگر در اینجا برآمد کرده هستند. من نمیشود نپرسیم در مورد همین رقابتی که از شما باید میشد، همین رقابت برهم خورد، تقدیرش چی میشود؟ راستی برای که سپرنیک ما وزنش نکرد، برای که از سببای چخیل سلامتیش که چیز کرد برای ما برآمد کردن نتونست. از وقت ز فینال ما بعد از رمضان موندگان سپرنیک علاقه ولی معلوم نیست، بعد رمضان معلوم میشد. شما اول یک رقیب داشتین و بعدا رقیب رو عوض کردن و اونم بله رقیب اولین ما قربان گاجی بود که ورزشگر داغستانی با سبب‌های همین سلامتیش که خوب نبود از محاربه چیز که دست کشید. دوم ورزشگری که رقیب ما ورزشگر برزیلی بود و هم حالا از دست کشید. پس از رمضان ما انتظار میشیم رقیب نوبتی رو که وقت ز فینال برای $1 میلیون گران پری است. انتظار میشیم کسی را که برای ما میدهد برای ما فرقش نیست برآمد میکنیم. همین لیگ وقتی که شما این قدر آمادگی میگیرید اما با سبب رقیب آماده نیست، یکم جبران پولی یا که دیگر چیزا بله یکی از شرکت های پرقوترین جهانی به حساب میراد لیگ ایسیا که همه طرفه همه جانب میدیان مثلا ریوانش بود. برای همین با هم خاطر خیال میکنیم که یگان مایده هم سامنه که داشت با هم خاطر برای ما بهتر و خوبتر بود چیم قربان گاجیف هم ورزش هم تماشابینان اینترس نمیدن. با هم خاطر خیال میکنیم که چیم قطعی قربان گاجیف این برزیلی قطعی مسابقه بهتر و خوبتر نشون میداد رقابت. تمرین ها در تاجیکستان میگذارونیم تا رمضان هم در وطن میگذارونیم. بعد رمضان برای تمرین ها برای دولت های خارجی میرویم ان شاء الله. روز 24 باز یک ورزشگر خودمان محمد نعیمов باز بای داره. مقصد توانید شما هم چون یک ورزشگر کشور همین من خودم پیش گفتنی بودم که ما برای محمد نعیمов بردواری خواهانیم. نه تنها من از نام خودم دیرکتور کلوب احمد تاجیکستان همچون از نام کلوب از نام ورزشگرای خودمون بردواری برای خواهانیم. سلامت باشید. دوستان گرامی، ما یک صحبت کوتاهی داشتیم با رزمگر بسیار هم معروف کشور اعظم غفارov. تا دیدارهای نوبتی سربلند موفق بمانید.